رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: اذا خرج الرجل من بیته فقال بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشیطان. گفتند که هر مردی که هر انسانی که از خانه اش بیرون می براید، برای یک کار می رود، به کوچه می براید، همین دعا را بخواند: بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. برای وی گفته می شده است: هدیت یعنی الله تو را هدایت و راهنمایی کرد، و کفیت یعنی الله برای تو بسنده است، و وقیت یعنی الله تو را از تمام زیان و ضرر و بلای و آفات ها نگهبانی میکند. و تنحى عنه الشیطان یعنی شیطان از او انسان دور می رود. و شیطان به شیطان دیگر می گفته است: چی میگویی به این انسانی که الله اون را هدایت کرد و الله اون را بسندگی کرد و الله اون را از تمام بدی ها نگهداری میکند و زیان و ضرر رسانده نمیتوانند ان شاء الله. بارک الله فیکم.